ببخشید که منتظر موندی. مشکلی نیست. ببین چی میگم. بیا بریم یه جایی که بتونیم با هم دیگه قهوه بخوریم. میتونیم اونجا این مصاحبه رو انجام بدیم. خیلی خوب باشه. یکم زیادی عکس العمل نشون دادم، حق داری. از طرفی هم از انگین بدم میاد. بگذاریم، پس تو برو مصاحبتو بکن. نمیتونم بکنم چون یه عمل فوری پیش اومده. نه بابا، راستش خیلی ناراحت شدم. گوش کن چی میگم. اگه بخوای میتونم یه ناهار عذرخواهی مهمونت کنم. باشه، به نظر منم همینطور. پس زود باش، بیا بریم مصاحبه بکنیم. عالیه. خیر باشه. کجا میریم؟ راستش من و ملکه میریم قهوه بخوریم. جداً؟ میبینم که بعد کار شروع کردین به خوشگذرونی. این مهمت همیشه همینطوریه ملکه خانم. خیلی جدیه. حتی بعضی وقتا زیاده روی هم میکنه و تحمل نمیکنه که بقیه خوش بگذرونن. آره دقیقاً همینطوره. مخصوصاً وقتی با دختری که نامزد داره خوشگذرونی کنی. بیا عزیزم، باید بریم پیش فرفری. بیچاره داره از گرسنگی و تشنگی میمیره. بریم؟ بریم. خیلی خوب دوستا، خبرها از پرونده عشقای شرطی تحسین دارن میرسن. تو چه خبر اوزان؟ زندگی نامه دیوار رو دارم تموم میکنم. خوبه. هانده، خب عکسا چی؟ آماده است اکنون خانم. انگین جان، الان تو جلسم. اگه فوری نیست پس بهتره بریم سر اصل مطلب. دختر خاله، یادت بهت گفته بودم ملکه به مهمت تور انداخته؟ اون اصلا اینطور نیست. چی میگی تو؟ آخه هر وقت ملکه رو با من میبینه دیوونه میشه، حسودی میکنه. داری چرت میگی. مهمت اصلا مرد حسودی نیست. اون فقط به خاطر تحسین سعی میکنه از دختره مواظبت کنه. تو کی اینقدر ساده شدی دختر خاله؟ حتی دیدم دستشون یک کبوترم بود. تو فکر میکنی به خاطر تحسینه؟ الو، خب بچه ها، جلسه افتاد به فردا. من همین الان فوراً باید برم. این صمیمیت چه بازیه؟ بازی تویی. هیچ صمیمیتی نیست. ملکه گوله، خنده های الکتریکی اونو نخور. الکتریکی؟ تو چی داری میگی؟ نکنه تو فازمتری؟ ملکه ببین، دیوونم نکن. این آدم سالم نیست. لازم باشه به خاطر منافعش مادرش هم میفروشه. گیر این آدم نباش. گیر چیش بشم آخه؟ انگار نمیشناسمش، ولی تو رو نمیشناختم. تو چشم نگاه کردی و دروغ گفتی که مصاحبه نکنم. خیلی هم کار خوبی کردم. فکر میکردم میدونی اگه انگین رئیس بیمارستان بشه چی کار میکنه، اما دیدم که داشتی میرفتی با اون قهوه بخوری. آخه چرا تعجب میکنم؟ آدم چرب زبونیه و پولم داره. تو واقعا دیوونه شدی؟ زده به سرت، اونم حسابی، فهمیدی؟ آره دیوونه شدم. دیوونم میکنی. بهت میگم فاصله بگیر ازش. چرا نمیفهمی؟ کی حق اینطور صحبت کردن رو بهت داده؟ چون یه بازی داریم میکنیم نمیتونی دخالت کنی. ببین تو کار من دخالت نکن. اون فریبت میده. لازم نکرده تو نگران باشی.
این شیطون بلای تو داره دیوونم میکنه.